الرحیم. امروز داستان صحابیه دیگری، بانوی دیگری از بانوان بزرگ صدر اسلام، از شاگردان عصر نبوت رو با هم میخوایم بخونیم. بانوی بزرگواری که در شأن و منزلت ایشون و همسر ایشون آیات الهی نازل شده، آیاتی که حتما همتون شنیدید. داستان این بانوی بزرگوار، سیمای این بانوی بزرگوار شخصی نیست جز این که خوله بنت ثعلبه. خوله بنت ثعلبه. خب نگاه کنید، ایشون زن مؤمنی است و خانه ایشون هم خانه ایمان. این زنی است که ایمان در سراسر خانه اون چیکار میکنه؟ تلالو داره. ایمان در گردش هست و میچرخه و نورانیت خودش رو پدید آورده. درون این بانوی بزرگوار رو صیقل زده ایمان. و وقتی که ما به سیرت و سیمای این بزرگواران نگاه میکنیم متوجه حقیقت این زندگی میشیم. اما یا حتی اینکه میبینیم زندگی ایشون با همسر خودش که واقعا چه حکمت‌ها و رفتارهایی وجود داره. نکته رو داشته باشید، وقتی که ما داریم از این داستان‌های یاران رسول خدا و عصر اولیه اسلام صحبت میکنیم، اینها در واقع درس هست، به ما آموزش میده، نگاه ما رو نسبت به فهم دین، عمل به دین، رفتار، اخلاقیات، تحمل، صبر، بردباری، بخشش، گذشت، ایمان، عبادت، اینها همه اون چیزهایی که ما باید یاد بگیریم، بفهمیم. نحوه مقابله با مشکلات، اختلافات، چیزاییه که اگر در زندگی یاد گرفتیم، پند آموختیم، زندگی ما رونق میگیره. ولی ایشون کسی است که آیات الهی که تا قیام قیامت این آیات تلاوت خواهد شد در منزلت ایشون، همسر ایشون و اینها نازل شده. نگاه کنید، نکته ای هست که در عرب این گونه رسم بود. اگر مردی به زنش میگفت تو مثل مادر من هستی، این طلاق حساب میشد. اینو میگفتن زهار. میگفت تو مادر من هستی، این طلاق حساب میشد. و دیگه مثل که زنی رو طلاق داده باشه. به عنوان اصطلاحات، بر همین اساس که علما میگن به جز لفظ طلاق نباید لفظ دیگری به کار بره. یعنی صراحت در لفظ وجود داره. برخی کنایه اینها رو قبول ندارن مگر مواردی که مثلا کنایاتی باشه که میگن اینها هم شامل سوگند و امثال اینها میشه. داستان داشته باشید، خیلی جالبه. خب در شأن این بانوی بزرگوار که ما الان میخوایم خوله صحبت بکنیم، بنت ثعلبه، آیات الهی، آیات زهار نازل شده، آیاتی که قبلا ما در مورد این شما بارها و بارها شنیدید. خوب دقت کنید، خوله بنت ثعلبه ابن اسلم انصاری هست از قبیله خزرج. خب همون ابتدایی که اسلام مدینه اومده ایشون مسلمان شده، جز سابقین اولین هست و شأن نیکان و بزرگوارانی رو داره که ایمان اینها رو عزت و منزلت داده و با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از همون ابتدایی که پیامبر اومده به مدینه بیعت کردن. خانواده ایشون خانواده اسلام هست. همسر ایشون اوس بن ثابته. خوب داشته باشید، اوس بن ثابت این همسر ایشون هست. اوس بن ثابت کیه؟ برادر عبادت بن ثابت هست. خب خود اوس بن ثابت صحابه پیامبر، در جنگ بدر با پیامبر بوده، احد بوده، خندق بوده و در تمام این جنگ ها کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. حالا داستان ایشون رو اگر نخونده باشیم که فکر میکنم نخوندیم، انشالله در بعد از پایان داستان صحابیات ما اون رو با هم امیدواریم که خداوند اگر رزق و روزی و عمری داد اون داستان رو بخونیم. خب همسر ایشون اوس بن ثابته. اوس بن ثابت که برادر عبادت بن صامت هست. عبادت بن صامت با صاد. خب فرزندی ایشون از اوس به دنیا میاره به نام ربیع ابن اوس. خوب داشته باشید، نکته خیلی جالب هست. خواهرانی ایشون داره به نام بحاس، خواهر برادران داره عبدالله، یزید، بنو ثعلبه که اینها هم از صحابه پیامبر هستن. همه اینها از همون ابتدایی که اسلام به مدینه اومده مسلمان شدن و ایمان آوردن. حالا داستانی رو میخوام نقل بکنیم که در مورد ایشون آیات الهی نازل شده. ابن عباس رضی الله عنهما این گونه نقل میکنه، میگه اولین کسی که بحث زهار درش در اسلام پدید اومد زنی بود که همسر اوس بن صامت بود که اون زن کی بود؟ خوله بنت ثعلبه بودش. میگه در زمان جاهلیت، ابن عباس میگه اگر کسی به زن خودش میگفت تو برای من مثل پشت مادر من هستی که زهر امی، مثل پشت مادر من هستی، شباهت میداد، یعنی تو مثلا مادر منی، میگه این در جاهلیت طلاق حساب میشد، بلکه بدترین طلاق حساب میشد و زن برش حرام میشد. و خب و مرد هم دیگه حق نداشت به زن خودش رجوع بکنه و بهش زندگی کنه، دیگه تمام شد. طلاقی بود که دیگه بدترین نوع طلاق بود. حالا اسلام اومد، خداوند برای این امت سبک کرد، این قوانین جاهلی رو برداشت و برای این زهار کفاره قرار داد. کاری که مثلا در جاهلیت انجام میدادن، فکر میکردن زنشون طلاقه میکنه، اسلام اومد این رو کفاره قرار داد. ماجرا به این قراره که این اتفاق بین همسر این
خوله و همسر خودش میفته و ایشون پیش پیامبر میاد و شکایت میکنه از همسرش که همسر من به من این حرفو زده و گریه میکنه و از اینکه ممکن دیگه بین ما طلاق واقع شده بر اساس اون چیزی که اتفاق افتاده بود و میخواد که خداوند یک راهی رو براشون باز کنه یا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله راهی رو براشون باز کنه که این زندگیشون از هم نپاشه و پاشیده بود دیگه به اصطلاح قوانین جاهلی. و خب ایشون هی اصرار و موسیقی مجادله بکنه با پیامبر، بگو مگو به اصطلاح ما، تا اینکه آیات الهی نازل میشه که در سوره مجادله یک سوره کامل و داستان رو خود خوله این گونه نقل میکنه. خوب داشته باشید، خیلی زیباست. میگه فیه والله، فقط به خاطر من، یعنی در مورد من این نازل شده، قسم به الله، در مورد اوس بن ثابت شوهر من که انزل الله صدر سوره المجادله، که این ابتدای سوره مجادله خدا بر این نازل کرده. میگه خب من همسر چیز بودم، اوس بن ثابت. اوس بن ثابت هم پیرمردی بود، پیر بود، سنش بالا بودش، اخلاقش هم تند شده بود، زود به عصبانی میشد، زود از کوره در میرفت. یه روز اومد پیش من و بالاخره بین ما بگو مگوی شد و ایشون عصبانی شد و من گفت انت علی که زهر امی، تو دیگه حالا که اینجوریه مثل پشت مادر من هستی، مثل مادر من هستی و اصطلاحا حرام، و خونه رو گذاشت و از خونه رفت پیش بالاخره مجلس و اقوام خودش رو. یک مدتی گذشت، ساعتی گذشت و دوباره برگشت و حالا پشیمون شده بود. من گفتم نه، تو با این صحبتی که کردی بر اساس اون قوانینی که تا به حال بوده دیگه من و تو برام حرام هستیم، بذار تا من برم ببینم خدا و رسول چی برای ما حکم میکنن. میگه همسرمو ترک کردم و اومدم از خونه بیرون، اومدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، اومدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستم و تعریف کردم داستان اتفاقی که افتاد و شکایت کردم از اینکه بالاخره اخلاق شوهر من خرابه، اخلاق خوبی نداره. رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت خویله با محبت، یعنی خوله که اسمش هست مثل که شما بگید عبد بگید عبید، یعنی درش محبت هست، بنده رو بگید عبید، عبد بگید عبید. یا خویله با محبت گفت خویله ابن عمی که شیخون کبیرون، پسرمون پیرمرد خیلی کهنساله، فتق الله فی، حد از خدا بترس در مورد اونه که این مراعاتش بکن. میگه گفتم نه، من کوتاه نمیام تا آیات الهی در مورد من نازل نشه، من در این مورد کوتاه نمیام. میگه همینجوری مجادله میکردم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فتغشا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان یتغشا، گوی تحت یک فشاری قرار گرفت مثل زمانی که وحی بر ایشون نازل میشه، این فشار وحی بر ایشون وارد میشد. بعد میگه ثم سریعا، یه دفعه سبک شد پیامبر، فقال لی، پیامبر گفت یا خویله قد انزل الله فیک و فی صاحبک قرآن، خداوند در مورد تو و همسر تو آیات قرآنی رو نازل کرده. و آیات اینجوری شد سوره مجادله، قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها، خدا شنید صدای اون زنی که سر همسرش با تو مجادله و گفتگو میکرد و تشتکی الی الله، و به سوی خدا شکایت میکرد. والله یسمع تحاورکما، خداوند این گفتگو و مجادله شما رو شنید، میشنوه. ان الله سمیع بصیر، خدا خیلی شنونده است، خیلی بینا است. بعد یه خداوند این حکم رو آورد که بالاخره کسانی که این کار رو میکنن، میگن اینها به همسرانشون شما مثل مادر ما هستید، اینها باید بالاخره برده ای رو آزاد بکنن قبل از اینکه بخوان دوباره با همسرانشون نزدیک بکنن. و بالاخره همون بحث کفاره قسم حساب اومد. نتونستن برده رو آزاد کنن، اینا باید 2 ماه روزه بگیرن، اگه نتونستن روزه بگیرن 60 نفر مسکین رو غذای معمولی بدن و این حدودیه که خدا تعیین میکنه. خوله میگه بله حکم خدا نازل شد و حالا دیگه خوله خوشحال شده و دید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لبخند میزنه و گفت برو به شوهرت بگو خاله یه برده رو آزاد کنه دیگه. ببینید نگاه اسلام به بردهداری و نگاه بکنید که میام اون عصر رو کسی نشناسه این گونه است. ایشون گفت یا رسول الله اون که چیزی نداره که بره برده بخره آزاد بکنه. گفت حالا که اینجوری 2 ماه روزه بگیره. گفتم خودتون میدونید دیگه پیرمرد ناتوان، سنش خیلی زیاده. گفت حالا برید خب 60 تا مسکین رو بالاخره به یک وسق خرما به هر کدوم بدیم عنوان یه وعده خرما. گفتم یا رسول الله اون که نداره چنین چیزی. گفت خب ما سعی میکنیم اون رو کمک میکنیم در خرما دادن که بالاخره مشکل تو هم حل بشه. گفت فلان مثلا برو پیش ام منذر، اون بهت کمک میکنه نصف این خرما ها رو بده. گفت پس من خودم میدم و گفت منم باش یا رسول الله یاری میکنم که این بالاخره اطعام مسکین رو انجام بدیم. بعد پیامبر میگه خب کار خوبی کردی، این نیکی است، برو بالاخره این صدقه رو بدید. و گفت برو با پسرم بود اخلاق خوب داشته باش، رفتار خوب داشته باش، صبر و تحمل بکن. گفتم چشم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب حالا ببینید این خوله کی هست واقعا؟ یعنی وقتی کسی نمیشناسه یاران شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو مشکل هست. خوله بنت ثعلبه خب یکی از زنان فصحای عرب هست،
اهل فصاحت هست، اهل ادبیات هست، از فصحای انصار حساب میشه و ایشون در بلاغت و خوب سخن گفتن و خوب تونستن ارائه دادن مطلب و سخنرانی دارای بالاخره توان و موقعیت خاصی بوده. نقل شده که یه روز ایشون در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه پیش عمر با هم برخورد کردن. داستان خیلی جالبه، در زمان خلافت عمر هست و جارود عبدی یک شخصیه که مسیحی هست، در سال 10 هجرت مسلمان شده و خب ایشون هم داستانی داره که انشاءالله شاید داستانشو در جای خودش خوندیم. جارود عبدی با عمر همراه هست که جز مسلمانانی گفتیم در سال 10 هجرت و نصارا بوده، مسیحی بوده، مسلمان شده بوده. اینها بالاخره با هم رفتن رسیدن به خوله. تو مسیری توی کوچه‌های مدینه بوده. عمر بهش سلام کرد، اون هم جواب سلام عمر رو داد. بعد به عمر گفت وایسا کارت دارم. خب خیلی عجیب بود. عمر ایستاد و خب نزدیک شد بهش گفت خب گوش میکنم چه کار داری با من. شروع کرد بین اینها این گفتگو طولانی شد، این ایستادن و گفتگو طولانی شد و در سخن و کلماتش خیلی تند صحبت میکرد نسبت به عمر. میگه در لغت میاره و اغلظت القول و وعظته، خیلی سخنان غلیظ و تند گفت بدون محابا و رعایت خیلی مواردی که مثلا در گفتگو هست و پند میداد عمر رو. بعد به عمر چی گفت؟ هی هات یا عمر وای به حال تو، بیار تو اون زمانی که بهت میگفتن امیر، یعنی اینقدر کوچیک بودی، یعنی تو و در بازارهای اوکاز میچرخیدی و بالاخره حیوانات اونها رو میچروندی و فلان، اما زمان نگذشت که تو شدی عمر، بزرگ شدی، برای خودت مردی شدی. زمان نگذشت که امروز شدی امیرالمؤمنین. در ارتباط با رعیتت از خدا بترس، بدون که اگر کسی از آخرت خودش ترسید به مردم خودش ظلم نمیکنه، به بندگان ظلم نمیکنه و کسی که از مرگ بترسه مواظب هست کاری نکنه که براش حساب کتاب بیاد. جارود که در سال 10 هجرت مسلمان شده بود، خب نمیشناخت این خوله بنت ثعلبه رو. خب گفتش که این زن خیلی طولانی که از صحبت گفتگو رو با تو، یعنی براش عجیب و غریب بود، یعنی برخورد خاصی خواست بکنه. عمر گفتش که ولش کن بذار به حال خودش، نمیدونی این کیه؟ گفت نه. گفت میدونی این خوله هست، این خوله همون کسیه که خداوند از بالای 7 آسمان صدا و شکایت این رو شنید. حالا عمر جرأت میکنه صدای اون رو و شکایت اون رو نشنوه. آیا این سزاوار است که صدای اون رو من نشنوم؟ و در هر صورت من امروز نمیرم مگر که تا ببینم مشکل این حل بشه و صحبتشو گوش کنم، اگر نیازی هم داره نیازشو برطرف بکنیم. در هر صورت وقتی که صحبت از خوله هست، مقام و منزلت ایشون و اخباری که از این صحابی بزرگ نقل شده، در هر صورت نقل شده که ایشون در دوران خلافت عمر رضی الله عنه تا اون موقع بالاخره زنده بود و گویا که در عهد خلفای راشدین ایشون از دنیا رفته. امیدوارم خداوند خیر و برکت و رحمت رو نصیب همه ما بکنه تا ما هم از این کاروان نور بهره مند بشیم. تا روز دیگه، جلسه دیگه، در پناه خدای متعال باشی. خدا یار و نگهدارتون.